آیا میدونستین که تنها چند دقیقه شکرگزاری در روز میتونه تفاوت بزرگی در کیفیت زندگی شما به وجود بیاره؟ تحقیقات نشون دادن که شکرگزاری میتونه به طور مستقیم بر کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب تأثیر بذاره. سلام، فرخنده هستم. به کانال من خوش اومدین. در این ویدیو درباره استرس که یکی از مشکلات رایج دنیای امروزه صحبت میکنیم و در ادامه یه مراقبه کوتاه برای خواب عمیق و راحت با همدیگه انجام میدیم. عوامل زیادی هستن که باعث افزایش استرس میشن، مثل فشارهای کاری، نگرانیهای مالی، مشکلات خانوادگی و خیلی از عوامل دیگه. وقتی که استرس ایجاد میشه، بدن ما هورمون‌های استرس مثل کورتیزول ترشح میکنه که میتونه بر سلامت جسمی و روانی ما تأثیر منفی بذاره. حالا چطوری میتونیم با شکرگزاری سطح کورتیزول رو کاهش بدیم؟ وقتی که به چیزای خوبی که در زندگی داریم فکر میکنیم و از اونا قدردانی میکنیم، مغز ما به جای تمرکز بر مشکلات و نگرانی‌ها روی نکات مثبت تمرکز میکنه. این تغییر نگرش باعث کاهش احساسات منفی و در نتیجه کاهش استرس میشه. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که شبها دراز بکشین و نتونین بخوابین، چون ذهنتون از افکار منفی و نگرانی‌ها پر شده. اینجا هستش که شکرگزاری میتونه به شما کمک کنه. وقتی قبل از خواب به چیزایی که بابت شکرگزار هستین فکر میکنین، ذهنتون آرومتر میشه و احساسات مثبتی رو تجربه میکنین که میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک کنه. تحقیقات نشون دادن که افرادی که به طور منظم شکرگزاری میکنن، نه تنها سریعتر به خواب میرن، بلکه کیفیت خواب بهتری هم دارن. این افراد در طول شب کمتر بیدار میشن و صبحها با احساس بهتری بیدار میشن. پس الان که از مزایای شکرگزاری آگاه شدیم، بهترین کار اینه که این عادت مثبت رو به بخشی از زندگی روزمره‌مون تبدیل کنیم. یکی از بهترین راهکارها انجام مدیتیشن و مراقبه شکرگزاری قبل از خواب هستش که ذهن و بدن خودمون رو آروم کنیم و برای خوابی عمیق و آروم آماده بشیم. الان با همدیگه یه مراقبه کوتاه رو انجام میدیم. در یه مکان آرام و راحت بنشینین و یا دراز بکشین. چشماتون رو ببندین و چند نفس عمیق بکشین. دم رو از بینی به آرومی بگیر. نگهدار و بازدم. به آرومی نفس رو بیرون بده. با هر نفس بدن خودت رو آروم تر کن. حالا توجه خودت رو به نفس‌هات بده. اجازه بده نفست به طور طبیعی جریان داشته باشه. هر دم و بازدم رو با دقت حس کن. اجازه بده با هر بازدم بیشتر و بیشتر به آرامش برسی.
حالا به چیزایی که در زندگی داری فکر کن و بابت اونا شکرگزار باش. ممکنه یه روز خوب، یه دوست صمیمی یا حتی یه لحظه کوتاه از خوشحالی باشه. هر چیز کوچیکی که به ذهنت میاد به خاطر شکرگزار باش. به یه لحظه خاص در روز خودت فکر کن که لبخند به لبانت آورده. شاید گفتگو با یکی از عزیزانت، یه لحظه آرامش در طبیعت یا حتی یه غذای خوشمزه. توی ذهنت مرور کن و احساس شکرگزاری خودت رو عمیقاً تجربه کن. حالا به بدن خودت توجه کن و از همه قسمت‌های اون قدردانی کن. از قلبت که پیوسته در تپشه و بهت زندگی میده. از ریه‌هات که بهت اجازه نفس کشیدن میده. از پاهات که در طول روز حملت میکنه. شکرگزار باش. حسش کن که چطور این شکرگزاری بدنت رو پر از آرامش و انرژی مثبت میکنه. به آرومی به نفسهای خودت برگرد و با هر دم و بازدم آرامش و شکرگزاری رو در تمام بدنت احساس کن. و لبخند بزن. وقتی که آماده شدی به آرومی چشمانت رو باز کن و آماده برای خوابی عمیق و راحت. سپاسگزارم که با من در این مراقبه شکرگزاری شرکت کردین و مطمئنم که خوابی آروم رو تجربه می‌کنی. برای اینکه از ویدیوهای جدید با خبر بشین، کانال من رو سابسکرایب کنین و همچنین ویدیو رو به اشتراک بگذارین و آرامش و خواب راحت رو هدیه بدین. مرسی که ویدیو رو لایک می‌کنین و تجربه خودتون از این مراقبه رو در کامنت ها می‌نویسین. آرامش و نور تقدیم به قلب پرمهرتون.